توی معبد شتافتند تا از موهبت دیدار مبعوث قدوس پروردگار مهربان بهره مند شوند. عیسی برفراز شد، لب به سخن گشود و گفت: مبارک است نام نامی خدای پاکی که از سر جود و مهربانی بی منتهایش به آفرینش کائنات اراده فرمود و نیافرید آفریدگان خیش را مگر از برای پرستش و تمجید. مبارک است نام خدای پاکی که به دست بنده برگزیده‌اش موسی کلیم به ما ناموس پاکیزه تورات را عطا فرمود. لیکن ای برادران، امروز باید چه کنیم تا بر گناهان خیش مجازات نشویم؟ پس در آن هنگام عیسی یکایک اصناف بزرگان کهانت طایفه بنی اسرائیل را با سخت ترین کلمات و تعابیر به باد نکوهش گرفت. آنگاه به نویسندگان فریسی متون مقدس شریعت پرداخت و ایشان را به جهت ترویج تعالیم فاسد و جعلی و ترک موازین شریعت الهی به شدت توبیخ کرد. عیسی در پایان خطابش در میان جمعیت متوجه زنی گوش پشت شد. پس فرزند مریم بر او رحمت آورد و به نام خداوند توانای ما قد راست کن تا این جماعت بفهمند که من جز حق نمیگویم و این خداوند است که میخواهد من به نام او با این قوم سخن بگویم. عیسی ناصری، فرزند خوانده یوسف نجار، یک کرولال مادرزاد و شفا داده. چندی قبل مجدلیه معلوم الحال را از چنگ دیوان رها کرده.